الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز هم به یکی از سوالهای شما جواب میدهم ان شاء الله. السلام علیکم داملای محترم، التماس به سوال من جواب دهید. من یک دختر مسلمان هستم. نمازهایم را میخوانم و از الله تعالی میترسم. با یک جوان مسلمان در اینستاگرام شناس شدیم و نیتمان ازدواج حلال بود. از ترس آنکه مناسبتمان به حرام نرود قرار کردیم که نکاح را توسط اینترنت انجام دهیم و فکر میکردیم که همین کافی است، زیرا اینکه آن جوان در غریبه هست. حالا باشد سخت خاطر شدم که شاید آن نکاح از روی شریعت درست نباشد. میخواهم فهمم اگر آن نکاح صحیح نباشد ما چیکار کنیم تا نکاحمان درست و شرعی شود. پیش از آن که به سوال این خواهر جواب گردانم، به گوش شما جوان دخترها و خواهران عزیز و همچنین والدین عزیز به گوشتان یک چند گفتنی های دارم. خواهران عزیز، مخصوصا جوان دخترها، ناموس شما، عفت شما قیمتتر از جان شما باید باشد. آیا میدانید عفت و ناموس برای زن چگونه است؟ عفت و ناموس به مانند شجاعت و دلیری در جوان است. آیا شما قبول دارید یک جوانی که ترسو است، جوانی که بسیار ترسانچک است با همون ازدواج کنید؟ همچنین هم یگان جوان در اصل نمیخواهد که با یک جوان دختر بی عفت بی ناموس ازدواج کند، اما متاسفانه هم جوان دخترها و هم جوان پسرها امروز از شریعت و از تعلیمات اسلام خیلی دور شدند و ناموس عفت برایشان متاسفانه خیلی چیز ارزان شده مانده است. و همچنین والدین عزیز، شما امروز خیلی سخت آگاه باشید. امروز جوان دخترها در دست تلفن دارن، اینستاگرام، تیک تاک. شما آیا میدانید که دختر شما، فرزند عزیز شما با کیها صحبت میکند؟ شاید از در خانه بیرون نبراید جوان دختر، شاید با راه راست به مکتبش میرود میبیاید، اما در جیبش که همون تلفن هست متاسفانه به تمام عالم به هزار کیلومترهای دور با توسط همون تلفن علاقه دارد و تماس میگیرد با شما. از کجا میدونید آن جوان چگونه است، اخلاق او چگونه است؟ آن وعده هایی که امروز میدهد با طریق تلفن، با طریق اینستاگرام شناس میشید، با شکل ظاهری از شما شناس میشید، اما متاسفانه شما نمیدانید که ظاهرا او شیر بچه است، اما در داخل همون شیر بچه چی است؟ یک گرگ خیانتکار، یک گرگ هم نه، حتی شغال است. نعوذ بالله. بنابراین جوان دخترها، شما ناموستان را نگاه دارید. همون ازدواج تقلیدی، همون ازدواجی که عرف و عادت خودمان هست، پدر و مادر با طریق پدر و مادر شناس شدن، رفته خواستگار شده، ازدواج کردن، همون هزار مراتبه بهتر و اولاتر و افضلتر است. با طریق اینستاگرام صحبت میکنند، متاسفانه مثل زن و شوهر شدند، حالا نکاح ندارند، اما میخواهند که تا اینکه از ترس آنکه مناسبتمان به حرام نیفتد و گاه وقت شد که شیطان بالای ما غالب آمد، سخنهای حرام، اینها همش علاقه های محرمانه، حالا اینکه آن دختر، آن جوان دختر و آن جوان پسر بین هم نامحرم هستند. از این چیز خیلی باید احتیاط کنیم. و چقدر مادران برایمان می نویسند، شکایت میکنند، میگویند که داملای عزیز، پسرم با فلانی دختر با طریق اینستاگرام شناس شده است، میگوید که من همون دختر ناز میبینم، سخت ناز میبینم، من حیاتم رو به همون تصور کردن نمیتونم. اگر همون دخترک رو برایم ازدواج نکنید، اگر به توی ما راضی نشوید، فرزندتون رو از دست میدید، خودم رو فلان میکنم، خودم رو میکشم، دانید که شما فرزند ندارید. سبحان الله. نخواد که ما امروز به چنین حالت رسیده باشیم. یا خیلی زنها می نویسند که میگویند که تا گرفتن وعده های خیلی بزرگ میداد، وعده های کلام میداد، ستاره ها را از آسمان آوردن برایم وعده داده بود، اما بعد از ازدواج ما نزد دیده رسیدیم،
بعد ازدواج حقیقتش معلوم شد. نه، پیش از ازدواج هم حقیقتش چنین بود. با طریق اینترنت شناخته شدن و اینستاگرام و این چیزا این خیلی فریب میدهد انسان را. بنابراین دوستان عزیز، والدین عزیز، حتی جوان دخترها و جوان پسرها، از این چیز امروز این ضد فرهنگ، ضد عرف و عادت ما مسلمان ها است. اما در مسئله نکاح آنلاینی و اینترنتی باشد بین اهل علم اختلاف است. بعضی از علمای معاصرین گفتند که نکاح درست نیست، حتی اگر دو شاهد باشد، ولی باشد، وکیل هم باشد و همچنین ایجاب و قبول هم باشد، احتیاطاً گفتند درست نیست. زیرا اینکه اینترنت و این چیزها با مخصوصا امروز ذهنی صنعی برآمده است. فند و فریب دادن خیلی آسان است با طریق اینترنت. اما بعضی از اهل علم با شرط‌های خیلی دقیق و جدی گفتند که اگر همین شرط‌ها رعایت کرده شود درست است. یکمش در حالت خیلی ضرورت که سفر کردن نمیتوانند و امکانیت سفر کردن خیلی دشوار است، میتوانند که آنها نکاح کنند. یکم شرطش این شرط ضرورت است. دومش این ویدیو زوانوک باشد، با ویدیو هر دو طرف همدیگر رو ببینند و همچنین چنانه که گفتیم ایجاب و قبول و دو شاهد، فرق ندارد از طرف زن است شاهد، از طرف مرد است، شرط نیست، مهم دو شاهد باشند و همچنین ایجاب و قبول را شاهدین شنوند و بینند، داماد را ببینند و همچنین عروس را ببینند، آنها را با طریق چنانه که گفتیم ویدیو زوانوک مشاهده کنند. و همچنین باز یک شرط مهم ان همین عصر خودمان این ولی است. البته بسیاری ها میگویند که ولی در مذهب حنفی شرط نیست، مهم نیست. اما برادران عزیز، ما یک چند حدیث هایی داریم که تاکید میکند که ولی شرط است و همچنین امروزها ما نتیجه اش را دیده ایستادیم که چقدر خواهرها، چقدر زنها با سبب همین نکاح پنهانی، نکاح بجایی از پدر و مادر، زن از پدرش، از نزدیکترین شخصانش نکاحش را پنهان میکند، بجایی نکاح میکنند، سپس به فند و فریب همون خیلی که گفتیم شغال گرفتار میشود. بعد که دیگر تبر بالای گردن میفراید، دیگر میگوید که مرا نجات دهید، مرا فند و فریب کرد، امروز مرا نیمه راه کرد، امروز وعده هایی که میداد به وعده اش وفا نکرده ایستاده است، مهری که وعده کرده بود مهرم را حتی نداد، حتی تامین نمیکند، حتی خانه و با یگان چی تامین نمیکند. بنابراین ولی امروز شرط است تا اینکه از همین مشکلاتی که امروز ما روبرو شده ایستاده ایم از همون چیز ما رو نگاه دارد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا نکاح الا بولی و شاهدی عدل. نکاح درست نیست مگر با چی؟ با ولی و همچنین دو شاهدی با عدالت. بنابراین نکاح برای ما و شما مسلمان ها یک چیز مقدس است. عائله بنا می شود تا آخر عمر. انسان با یک نیت که تا آخر عمر همسر و شریک حیات عمرش انتخاب میکند اگر در حالت خیلی ضرورت باشد و این شرط هایی که گفتیم اگر اجرا شود تنها در همین حالت های ضروری و با وجود شرط ها انشاءالله درست است و الا که نکاح باید چی شود؟ نکاح در حضور شود، آنلاینی نشود، با طریق اینترنتی نشود. از آن چیزهایی که گفتیم دوری جوییم. الله تعالی را دعا کنیم که الله تعالی حیات ما و شما را حیات بگرداند که هم آغازش و هم آخرش الله تعالی با نیکی جنبست کند و الله تعالی هم در این دنیا زندگی سعادتمندانه، زندگی سربلندانه برای ما و شما نصیب گرداند و همچنین دعا کنیم که الله تعالی در آخرت نیز در نزد خودش نیز همچنین ما و شما را سربلند و سرفراز و سعادتمند هر دو جهان گرداند تا نوار آینده. الله تعالی نگهبانتان باشد.